دیده ماینکرافت سروایوال پیسفول، یعنی هیچ موقع بعدی دیگه نیست که قشنگ میتونم توضیح اما آموزشیه. خب مثلا هم توضیح نمه و ماب نه یاد. خب و انشالله اگه خدا خواهد این سری رو میتونیم تموم کنیم. خب الان من شیدر رو انیمیشن ریختم. فکر کنید مود خوب شیدرم 2-3 تا با همه که خیلی بهتر. الانشو ببینیم تو گیم ببینید. الان من وایس هفت بیاد انیمیشن نه خب همشو میگه از برنامه ادونز دا دید که من آخر این ویدیو برنامهش رو احتمالا نشون بدم. وایسم تا من بالا بیاد و برگردم. فنک هر ویدیو ماینکرافت سروایوال پیسفول خب 10 دقیقه است. تو همین ویدیو 10 دقیقه یا تقریبا نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشه تا تو یوتیوب بیاد. خب الان یه ویدیو نمه من صبر میکنم تا الان بیاد یه چیزی وقت نمیشه. خب بالا خب اول و شیدرم با مثلا شکلی دلم و جا آیتمان به این شکل باشه. پیدا نمیشه. شانس ما همینه. و به خاطر شیدرم مثلا من میخوام بلاک کنم مثلا میخوام بلاک کنم یه تب شکستم نکتشم سامه روی خلبش قلب من رفتده و خیلی گوگی میشه. نشان خورشید تا حالا بهتون نشون میدم. اول که همه قاعدتم یه چوب بکنم. خب ببینید ابر و خورشید و 3-4 تا شید متفاوته. خب که من باز آخر ویدیو بهتون نشون دم و انیمیشنم همه شید با بغلش هست بهتون نشون قشنگ بتونید بازیتون خیلی واقع تر و گوگل انجام بسیار رو بذارم بالا که من 10 دقیقه اینا تمامش میکنم. فقط این شیدر رو اینا میخوام نشون دارم که مثلا 11 تا 13-14 دقیقه احتمالا شیدر اصلا خیلی نیست حجمش. خب مثلا 5-6 گیگ 5-6 میگا مثلا تا 32 میگا این همه بازش که 234 اینا کیلو باید دقیقه یکم چوب بکنم یکم چوب سر حواسم پرد سندسته یه بخشی بچه اینقدر بود شب تازه شروع که ویدیو و موقع ویدیو استرس میگیرم و حول میشم. سری لاکی بل تمام. حالا میخوایم شروع کنیم. خب اگه سابسکرایب به بال 20 تا برسه خب سری شروع میکنم. یکم دیگه 10 تا دیگه
فعلا نمیخواد. حالا نصف زمان ویدیو رفته. خب مثلا آبا نگاه قشنگ زونه مثلا میریم قشنگ همه جا معلومه دیگه. مثلا قبلا هیچی معلوم نه. خب ما میگردیم دنبال ویل. الان چون مورد بازی پیسفوله دیگه دنبال گوز فرضی سکه تخته سازی شبش اینقدر خوشگل میشه. اصلا واقعیه. حالا این ویدیو چون که اولش کردم تا 15 دقیقه احتمالا بره. الان بگردیم دنبال ویلیج فعلا. مثلا انیمیشنش رو نگاه چجور با خیلی گوگلی. دیگه قبل منو شیگر پک و ریسورس پک ها نرفته بودم. خب گفتم حالا دست ویدیو بشه نگاه. خب من بکشم نگاه بسید نگاه اصلا چجور گوگلی در مرم از این بویم چرا در نمیاد از این ور شو به سمت مستقیم میریم بریم کجا به کجا خواهی رسید. به آب بریم رودخون است دوباره مثلا مرغاله که مثلا را میره. خب واسه بزنمش مثلا اینجور خب بیدو هم میپره. خیلی جالب و قشنگ. مودی گون و اینا هم میخواستم بزنم همش علکی بود. بعد مثلا من نه بالا میومد نه سخت جواب میدم. آخرش که به آب رسیدیم اینجا. وای از بایم دارک فارست بدم میاد. و بایم مسخره فقط وود لنگشه به همین صفحه وود نشده به همین صفحه میریم. اینجا هم داریم فکر کنم شکرم بکنم. الان شبداری میشه اینقدر خوش اینقدر ابره و خیلی گوگلیه. و برنامه اد و خب حالا آخر ویدیو هم که میگم خب حتما از گوگل پلی چون از بریزید آخرش وقتی برید توش باید برید تو گوگل پلی آپدیت کنید. مثلا اول تو گوگل پلی بریزید همین خب یا خورشید ماه الان از این ور یا کنید ماهو نگاه چه خیلی واقعی یا خوشگله خیلی زیبا. خب بشه
حالا علاوه یه جای مشخص کن حالا همینجا ما فعلا میمونیم. فعلا ما همینجا میمونیم. حالا ما همینجا از بازی لفظیم. خب بچه مرسی. نه مرسی که نه برم ادامه تو مثلا از مایک رفتم خارج میشم کامل نه و برش میخوام منو بیام توضیح دادم. حالا ما میایم پایین و اینجا این برنامه ادونز. خب توی این برنامه قشنگ باشید بالا فیلترش که روشن نباشه خیلی صورتش سریع تره. اینجا که صفحه اصلشه شما میاد رو سرچ. خب مثلا شیدر اینجا شیدر رو میزنید تا گزینه کم کم میاره. مثلا این پایینش توی شکل شمشه تل 78 نفر مثلا اینجا. خب اینجا میزان خوبیشه مثلا این 605. حالا من اینایی که خودم لود کردم واسه از تو بازی بهتون نشون بدم. مثلا از این برنامه گان میتونید بریزید مدشو مد ماشین همه نوع مودا میشه. خب بالا بیا و برای فعال کردن الان میگم چجور خیلی خوبه. وایسید بیاد. خب الان که تو بازی هستید این سکین هم میتونید بریزید. حالا از تو همین برنامه ادون و خونه و یکی مپ تو همین ماینکرافت و یکی مپ دانلود کردم. یه خونه خیلی بزرگه وایسید و عکسش اینجا هست. این مثلا این قسمت این یک نره توش این آخری این مثلا 1/4 خونه است. خب حالا مثلا الان اینجا هر بار که یه صفحه ماینکرافتتون پشتش اول میشه. معمولا تو مپ دانلودی شیدر رو اینا تاثیر زیادی نداره و احتمالا بهتره. خب شما اینو اول شما اینجا میاد پایین. خب روی این گزینه این همین گزینه سبز. خب اینو میزنید. خب این شبیه بوکه یعنی خود بوکه اینجا تو چیزایی که دانلود کردید. حالا این سه تا من اینا دارم. یه دونه این شیدره این یه دونه این که انیمیشنه یه این شیدر رو این دوتا شیدر خوبه. این برای ابر و آب خیلی خوبه. این برای خورشید و ماه. حالا اینا همینجوری گذاشتم. اینا برای این آخری هم که خود ماینکرافت همیشه روش هست و من چند بار خواست و از اینجا وردارم دیدم برای خودشه نه که اینجا هم قسمت از زبانه. متاسفانه زبان فارسی هم نداره به دلایل زیاد. خب مرسی که تا اینجا یه خواهش لایک کنید و کامنت بذارید. خب خیلی من برای این ویدیو تلاش میکنم. خیلی برام سخت بود که همین برنامه ادون رو ریزم. خب ماداشو پیدا کن و اینا خیلی طول میکشه و یکم اون موقع تا بیای پیدا یا روش اینا خواهشم کنید. خداحافظ.